اگه روبروی هم نشسته باشیم و تو چشای هم نگاه کنیم، میتونیم راجع به زخمامون صحبت کنیم. اگه تو تاریکی باشی و منم تو تاریکی باشم، میتونیم راجع به دروغ نور صحبت کنیم. اگه تو یه اسلحه داشته باشی و منم یه اسلحه داشته باشم، میتونیم راجع به قوانین صحبت کنیم. اگه تو یه چاقو داشته باشی و منم یه چاقو داشته باشم، میتونیم راجع به قواعد صحبت کنیم. اگه دستات خالی باشه و دستای منم خالی باشه، میتونیم راجع به منطق صحبت کنیم. اگه تو یه اسلحه داشته باشی و من یه چاقو، چیزی که دست تو حقیقته. اگه تو اسلحه داشته باشی و من چیزی نداشته باشم، چیزی که دست توه فقط یک سلاح نیست، زندگی منه. مفهوم درد و تاریکی و قانون و قواعد و اخلاق بسته به شرایط تغییر میکنه. زندگی وقتی معنا داره که بر اساس برابری باشه، مثل یینگ و یانگ، یک چرخه منظم. حقیقت تلخ دنیا اینه که وقتی پول صحبت میکنه، حقیقت ساکت میشه. وقتی قدرت وارد میشه، تو پولم 3 قدم عقب میره. اونایی که قوانین رو میسازن اغلب اولین کسایی که اونو میشکنن. سیاست برای افراد ضعیف زنجیره و برای قدرتمندها ابزار. سیاست از جنس نوره که کور کنه چشاتو. حرفاش قشنگه که کیپ کنه گوشاتو. صداش بلنده، میگه میشنوم صداتو. راه پیشرفت بازه، ولی میکشه به زنجیر پاتو.